いける。این هفته خبر تو خبر داره براتون از گاوگیجه آخوندا در تله اتمی و بنبستی که بدجوری عظما رو سرگردون کرده. شروع مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها تا 1 ماه آینده. پس از دیدار غیرعلنی امروز معاون سیاسی وزیر امور خارجه با انریکه مورا، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در اتحادیه اروپا، آقای باقری کنی از آغاز مذاکرات وین در خصوص رفع تحریم‌ها تا پیش از پایان ماه نوامبر، یعنی تا حدود 1 ماه آینده خبر داد. بله، از یه طرف مجبورن برن پای میز مذاکره و از اون طرف به خاطر روحیه دادن به بسیجی‌ها مجبورن از این عربده ها بکشن. نفرت از آمریکا یعنی الغضب لله. نفرت از آمریکا یعنی تبری که جزء واجبات دین هست. بنابراین جای خورده گرفتن نیست که این شعار مرگ بر آمریکا شعار مقدس ملت ایران است. البته دنیا سالهاست که با این هارت و پورت‌های آخوندا آشناست و خوب میدونه که سلاح زنگ زده آخوندا یه چیزی تو این مایه هاست. نگفتم صفگرش تا خانگاه. یکی نیست به آخوندهای چولمن بگه شما رو چه به استکبار ستیزی و این حرفا، شما بعد از این همه سال هنوز یه ماشین آتش نشانی درست حسابی ندارید. عملکرد سریع آتش نشانی یه بوی میاندش عملکرد سریع، فقط فشار آبش رو نگاه کن. خواهشمندم نگاه عملکرد سریع آتش نشانی بوی میادش. بابایی زندگی سوخته، اینم آب نداره. احتمالاً اگه به آخوندا بگید این چه وضع آتش نشانیه میگن شلنگش رو موش خورده. مثل این بابا که داره مصاحبه میکنه اما حواسش نیست که آقا بوزه داره سیم میکروفون رو میجوه. कोई 10 भी देता है, कोई 20, कोई बोलता है मेरे पास नहीं है, तो ये शो के लिए रखते हैं. टूरिस्ट कैसा आ रहा है अभी? آخوند رئیسی هم وسط این هیروید مشغول باید درمانی و انشالله تراپیه. از ملت میپرسه حقوقتون چنده، بعد میگه خدا بهتون برکت بده. یکی نیست بهش بگه تو این وسط چی کاره ای؟ ما چقدر حقوق میگیری؟ 3700. انشالله خدا به زندگیتون برکت بده. خدا حفظ کنه شما رو انشالله. خدا حافظ. ببینید آش چقدر شور شده که صدای بسیجی هم در اومده. آقای رئیسی، تالا شده حقوق 4-5 ماه عقب بیفته؟ تالا شده شرمنده صاحبخونت بشی تهدیدت بکنه بگه وسایلتو میریزم تو خیابون جلوی بچت؟ به خدا بسته. این مردمان محترم ایرانی همه جوره دینشون رو به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا کردن. سریال سوتی های رئیسی هم همچنان ادامه داره. بعد از اینکه به بانک ها گفت آقایون بانک ها، حالا میگه خانم ها خانومن. نسبت به مسئله‌ای که اشاره کردم نسبت به خانوم ها که شأن و منزلتشون باید رعایت بشه، این که بالاخره خانوم ها خانوم هستند. این هیولا اگه زمانی که بچه بود مشقاشو خوب مینوشت و تکالیفش رو انجام میداد، الان به این روز نمیافتاد که مسخره خاص و عام بشه. پلیس اسب سوار پدیده جدیدی نیست و توی خیلی از کشورهای دنیا مرسومه.
اما همین پدیده وقتی به آخوندا که میرسه یه چنین وضعیت مضحکی پیش میاد. اسبش که اسب نیست، زینش هم که پتوه، افسارش هم که طنابه. از دستور سلسله‌مردم فرماندهی انتظامی شهرستان بابل جمعیت شالیکا دستور فرمودند که گاز اسب‌سواری تو شهرستان بابل ایجاد شده. جالب اینجاست که خودشون هم میدونن چه سرنوشتی در انتظارشونه. طرف میگه اسب آوردیم که وقتی سوخت نداشتیم بتونیم ازش استفاده کنیم. و همچنین در مواردی که اگر دشمن حمله میکنه و ما اصلا سوخت نداشته باشیم، پلیس باید برای امنیت چیکار بکنه؟ میاد از در واقع اسب استفاده میکنه جهت گشتنی، جهت اعمال قانون. میاد از دوچرخه استفاده میکنه جهت اعمال قانون، اجرای ماموریت‌های خودش. اینجاست که اسبا از ترس اینکه یه وقت دست این پلیسای مشنگ نیفتن میزنن تو کار فرهنگی و تغییر رشته میدن. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به این مشنگ و دوله بزنیم که اعتراف میکنه آخوندا حریف مردم نمیشن و کسی حرف عظما رو نمیخونه. اعلام کردن تو کشور که خطر پیری جامعه، خب حریف نمیشد دیگه. هرچی هم میگیم وقتی مقام معظم رهبری به خود من فرمودن شما منبرها بگید، گفتم آقا حریف نمیشید. واقعا نه ازدواج گسترش داره، نه اونم که ازدواج کردن فرزند آوری. خب این شهرهای مذهبی ما مثل قم 1.2 رشد جمعیتش. خب اینها خیلی خطره، اصلا توجه نیست. این جوجه تئوریسین نظام هم کاری جز تهیه سوژه طنز برای دشمنان نظام نداره. روزهایی که گفتم شیعه شده بودن، اسم بچه‌هاشون ما عکس گرفتیم، گفتم ما کارت شناسایی بگیم، ما این ورانور بریم بگیم ملت باور نمیکنن. اسم بچه اسم سید روح الله خمینی، اسمش فامیلش نه. تو همین حد هم میخوای مبلغ تشیع باشی. روز بود این شایعه مثلا روح الله خمینی زیاد گذاشتن تو دنیا. طرف دو تا پسر داشت، گذاشته روح الله خمینی سینیور، روح الله خمینی جونیور. این سینیور جونیور اصغر اکبره، کوچولو بزرگ. این شما و این آخرین دست و پا زدن‌های پسمونده‌های خمینی برای صافکاری جلوبندی امامشون. یه دفعه یه مگسی پرید، امام گرفت مگس و اینطوری برد در پنجره ولش کرد رفت. حالا ما باشیم تق بیزنیم اونو لهش بکنیم. خب امام چرا این کاری کرد؟ کار بی خود نمی کرد امام. خیلی خرید. خامنه‌ای هم برای اینکه از خمینی عقب نمونه یه عده رو تیر کرده تا براش از این خالیا ببندن. براتون بگم و مردم هم اگر بینندگان عزیز میدونن بدونن، اگر بعضی ها نمیدونن مطلع باشن که آقا یک دوره تندخوانی دیدن، بنابراین یک کتاب 300 صفحه‌ای را یه شب میخونن. عجب. و جالبتر از همه این که ایرادشو میگیرن، حتی غلطهای تایپی. عجب. بله. آقا کتاب را به عنوان زینت نگه نمیدارن. یه دفعه فرمودن یه قفسه بود بالا تا پایین قرآن، گفتن آقای بشارت همه قرآن ها رو من خوندم. بازار حقه بازی آخوندا حسابی کساد شده و کار به جایی رسیده که خودشون هم مجبور به چنین اعترافایی میشن. اما حقه بازی و ریاکاری به وفور 4 تاق سنپش درش بازه. سنپش چند طبقه، خیلی هم تزیین شده، هر کی پیدا نمیکنه بیا تا من نشونش بدم. همین روبروتون نشسته. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. ای قربونت بریم حافظ جان، جانا سخن از زبان ما میگویی. حق باز تو از کجا ما رو شناختی؟ این جوجه طلبه مفت خورم که میدونه دکون حقه بازی آخوندا در حال تخته شدنه، با این پست های اینستاگرامی دنبال خالی کردن عقده هاشه.
سلام. میگم بنزین شده لیتری 3 تومن. خب 3 تومن که سهله، باید بکنش لیتری 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن. وقتی ببینن گرون میکنن بیشتر فروش میره، صفحه بنزین پر میشه، مگه احمقم مثل شما که گرون نکنن؟ حقتونه هرچی سرتون میاد، یعنی باید دهنتون رو سرویس کنن، انقدر گرون کنن که دیگه به جون هم بیافتید همدیگه رو بخورید تهش. خب این یادتون باشه. حکایت وقوقای این آخوندک پررو یه چیزی تو این مایه هاست، جای جاش مردم ایران حساب تک تک اینا رو میرسن. از قدیم گفتن از هر دست که بدی از همون دست میگیری. در پایان توجه شما رو به یک کلاس آواز جلب می‌کنیم که در نوع خودش متفاوته و قرار استعدادهای درخشانی رو به دنیای موسیقی هدیه کنه. عاشقم دست خودم نیست، به هم میریزم که تو هم با دگران خوب شوی هم با من. شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامیدم، هجر تو پیمودم، منتظرت بودم.